حکمت پرهیزگاری و روزه‌داری تنها در ترک خوردن و آشامیدن محدود نمی گردد، بلکه این ماه مبارک برای مسلمانان وسیله اعتقادی مهم جهت انجام دادن کارهای خیر و ثواب، عملهای پسندیده، دست و زبان پاک داشتن، گذشت کردن و بخشیدن، با صبر و تحمل بودن و دیگر خصلت‌های حمیده انسانی محسوب می شود. طبق آیات‌های قرآن مجید و حدیث‌های نبوی، هر یک عمل نیک و کار خیر و ثواب در این ماه مبارک و شریف نسبت به ماه‌های دیگر به مراتب بهتر و بزرگتر می باشد و ثوابی بیشتر دارد. از این رو ماه رمضان فرصت بهترین برای وسعت دادن عملهای خیر و ثواب در حق یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم بضاعت و بی‌سرابان مانده، نیازمندان و درماندگان و نزدیکان و پیوندان می باشد. خداوند در سوره توبه آیت 60 می فرماید که جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و مسکینان و عاملان صدقات و آنان که دلهایشان الفت داده می شود، یعنی شخصان بیمار و ناتوان، و برای خرج کردن در راه خدا و برای مسافران و آن حکم ثابت شده از نزد خدا است.